سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 27 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از آغاز کردن درس امروزه لطفاً به کانال ابونه شوید، به نوار لایک کنید. برای بهتر کردن صفت درس و فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبر داشتن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون هر وقت درس امروزه را با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزه من چنین است: Be the change that you wish to see in the world by Mahatma Gandhi. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: آن تغییرات باش که می خواهی در جهان ببینی. سخن مهاتما گاندی. Chapter 4 Using the present progressive. بابی چهارم استفاده بری زمان حاضره دوامدار. خیلی که میدونید ما 3 بابی کتاب رو تمام کردیم و از این درس بابی چهارم رو آغاز میکنیم و در این درس موضوع اولی بابی چهارم رو به شما میآموزونیم. درس 27. موضوع درس 27 be plus ing the present progressive tense یعنی زمان حاضره دوامدار. در این درس ما زمان حاضره دوامدار یعنی عملی که ما عین حال اجرا کرده ایستادیم آن را به شما میآموزانیم. در پایان یک تا مثال آورده ایم: I am eating right now. من عین حال خورده ایستادم. میگذاریم با موضوع درس امروزه. خیلی که گفتیم موضوع امروزه be plus ing the present progressive tense زمان حاضره دوامدار. موضوع امروزه خیلی موضوع ساده است و طرز جمله سازی از روی این فرمولا می باشد: فعل to be plus verb plus ing. فعل to be را می دانید که در 3 شکل ساخته می شود. 3 شکل دارد: am is are. verb باشد فعل های عادی. ing باشد این پسوند زمان حاضره دوامدار می باشد و مثال ها را میخونیم. در مثال A وقتی که درباره I یعنی درباره من گپ زده ایستاده باشیم am استفاده میبریم. فعل to be am. بعد از آن فعل، بعد از آن پسوند ing علاوه می شود. مثال را میخونیم: I am sitting in class right now. من خودی حاضر و یا عین حال در صنف نشسته ایستادم یعنی در صنف نشستم. In A در مثال A when I say this sentence وقتی که من این جمله رو میگویم I am in class من در صنف هستم. I am sitting من نشستم. I'm not standing من راست نیستم. The action sitting is happening right now. عملی نشستن عین حال رخ داده ایستاده است. And و I am saying the sentence at the same time. و وقتی که نشستم جمله رو میگویم. مثال بی رو میخونیم: is وقتی که درباره he she it گپ زنیم ما فعل to be is استفاده میبریم. is plus ing. Rita is sitting in class right now. ریتا در صنف عین حال نشسته است. نشسته ایستاده است. مثال C وقتی که درباره جانشین های we you they گپ زنیم فعل to be are استفاده میبریم. are plus ing. مثال رو میخونیم: You are sitting in class right now. شما در صنف عین حال نشسته ایستاده اید. am is are helping verbs. فعل های to be am is are این فعل های یاریدهنده می باشند. sitting باشد the main verb فعل اساسی. am is are plus ing the present progressive tense. وقتی که در جمله فعل های am is are و فعل to be بیاید آن زمان زمانی present progressive tense یعنی زمانی حاضره دوامدار می باشد و the present progressive is also called the present continuous or the continuous present. نام این زمان رو یعنی زمانی حاضره دوامدار رو در زبان انگلیسی می توانید گوید the present progressive tense و یا present continuous و یا continuous present. هر سه شکل رو گوید درست است. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 1 مشق یکم
این مشق رو دهانی اجرا میکنید. اگر 2 نفر باشه 2 نفره اجرا کنید بهتر میشود. مثلا یک فعل رو میگیرید. read خواندن. نفر یکم بونمود میکند که خوانده ایستاده است و با دستانش نشان میدهد و میگوید I am reading من خوانده ایستادم و بعدا سوال میدهد What am I doing من چیکار کرده ایستادم. نفر دوم باشه جواب میدهد که You are reading تو خوانده ایستاده ای. با فعل های دیگر هم چنین جمله می نویسید، سوال می دهید و نفر دیگر جواب می دهد. Exercise 2 مشق دوم. در اینجا برای موضوع امروزه را خوبتر فهمیدن مشق دوم را اجرا میکنیم. کلمه های در قوطی بوده را استفاده برده رسم ها را دیده با موضوع امروزه جمله می سازیم. یک تا مثال را خود کتاب اجرا کرده است. مثلا horse اسب. خیلی که می بینید اسب خواب کرده ایستاده است و جمله من چنین می شود The horse is sleeping اسب خواب رفته ایستاده است. یعنی عین حال خواب است. مثالی یکم خیلی که در رسم می بینید زرگوش سبزی خورده ایستاده است و جمله من چنین می شود The rabbit is eating a carrot. زرگوش سبزی خورده ایستاده است. در مثال دوم در رسم دوم میمون را میبینید که رسم رو رنگبار کرده ایستاده است و جمله من چنین می شود The monkey is painting a picture. میمون رسم رو رنگ کرده ایستاده است. در مثال سوم فیل رو میبینید که گازت خوانده ایستاده است و فیل می شود elephant. در اینجا actions عملها read a newspaper یعنی گازت خواندن موافق می‌غلطد و جمله من چنین می‌شود The elephant is reading a newspaper. فیل روزنامه خوانده ایستاده است. مثال دیگر در رسم چهارم می‌بینید که tiger یعنی پلنگ با تلفن گپ زده ایستاده است و ما باید گوییم که پلنگ با تلفن گپ زده ایستاده است. جمله من چنین می‌شود The tiger is talking on the phone. پلنگ در تلفن گپ زده ایستاده است. رسم پنجم رو الکی اجرا کردیم و جمله من The horse is sleeping یعنی اسب خواب رفته ایستاده است. در مثال ششم گربه رو میبینید که چای نوشیده ایستاده است و گربه میشود cat و چای نوشیدن میشود drink a cup of tea. یک پیاله چای نوشیدن و جمله من چنین میشود The cat is drinking a cup of tea. گربه یک پیاله چای نوشیده ایستاده است. در رسم هفتم سگ رو میبینید که با پیانینو بازی کرده ایستاده است یعنی پیانینو نواخته ایستاده است و جمله من چنین میشود The dog is playing the piano. سگ با پیانینو بازی کرده ایستاده است و پیانینو نواخته ایستاده است. در مثال هشتم پرنده رو میبینید که آب بازی کرده ایستاده است و جمله من چنین میشود The bird is taking a bath. پرنده آب بازی کرده ایستاده است. در مثال نهم در رسم نهم زرافه رو میبینید که ماشین رانده ایستاده است و زرافه میشود giraffe و ماشین راندن میشود drive a car و جمله من میشود The giraffe is driving a car. زرافه ماشین رانده ایستاده است. Exercise 3. Answer questions about what you are wearing today and what your classmates are wearing. Use the present progressive MSR plus wearing. با سوالها درباره آنکه شما امروز چی پوشیدید و همسنفانتان امروز چی پوشیدند جواب دهید. زمان حاضره دوامدار رو استفاده برید. یعنی برای این مشق فرمولای ما MSR plus wearing. MSR فعل تو بی می باشد، wearing باشد پوشیدن. مثال یکم را میخوانیم. Rosa, what are you wearing today? Rosa, تو امروز چی پوشیده ای؟ I am wearing a white blouse and blue skirt. من کرته سفید و دامنه کبود پوشیدم. شما با جای روزا نام یگام همسنفتون را گذاشته سوال پرسیده میتونید. مثلا مدینه what are you wearing today? مدینه تو امروز چی پوشیده ای؟ و در جواب آن چیزی که پوشیده اید آن را جواب میدهید.
مثال دیگر What is Jin Won wearing? Jin Won چی پوشیده ایستاده است؟ یعنی چی پوشیده است؟ He is wearing jeans and a sweatshirt. وی جینز و sweatshirt پوشیده است. سوال دیگر What color is his sweatshirt? sweatshirt وی چی رنگ است؟ It's gray with red letters. وی رنگی خاکستر رنگ با حرف‌های سرخ است. What else is John Won wearing? باز چی پوشیده است Jin Won? He is wearing sneakers, white socks and a wristwatch. وی باز کروسوفکی، نسکی سفید و ساعت دستی پوشیده است. شما این سوال ها را استفاده برده موافق خودتان سوال پرسید و آن چیزی که شما پوشیدید و یا همصنفانتان پوشیدند موافق آن جواب نویسید. Exercise 4 مشق 4. مشق چهارم هم با مشق قبلی مانند است. با کلمه های در قوطی بوده جمله می سازید. مثلا brown shoes پایافزال های قهوه رنگی. و ما باید با این کلمه جمله سازیم. Marco is wearing brown shoes. Marco پایافزال های قهوه رنگی پوشیده است. Marco and Abdul are wearing brown shoes. Marco و عبدول پایافزال های قهوه رنگی پوشیدند. چقدر که اهمیت دادید اگر شخصی ما یک نفر باشد فعل to be is استفاده میبریم و اگر شخصی ما دو نفر باشد فعل to be are استفاده میبریم و فعل زمان حاضره دوامدار تغییر نمییابد. در یک نفره هم wearing در چند نفره هم wearing میشود و اگر کسی پایافزال قهوه رنگی نپوشیده باشد میگوییم no one is wearing brown shoes. هیچ کس پایافزال قهوه رنگی نپوشیده است. مثلا t-shirt کرتا Ali is wearing a black t-shirt. علی کرته سیاه پوشیده است. blue jeans جنسی کبود. Someone is not wearing blue jeans. Someone جنسی کبود نپوشیده است. earrings گوشوار They are wearing earrings. آنها گوشوار پوشیدند و یا گوشوار دوختند. boots پایافزال John is wearing brown boots. John پایافزال قهوه رنگی پوشیده است. pants شیم Aziz is wearing long pants. عزیز شیمی دراز پوشیده است. Exercise 5 مشق پنجم. مشق پنجم هم با مشق قبلی مانند است و ما باید یک فعل رو گیریم و آن فعل رو در زمان حاضره دوامدار استفاده بریم جمله سازیم با آن سوال دهیم و شخص دوم باید جواب دهد. مثلا smile تبسم کردن. شخص یکم میگوید please smile لطفاً تبسم کن و باز سوال میدهد what are you doing تو چیکار کرده ایستاده ای و شخص دوم میگوید I am smiling من تبسم کرده ایستادم. مثلا touch the floor با فرش دست زدن و یا فرش رو رسیدن و شخص یکم میگوید please touch the floor لطفاً با فرش دست زن دست رسان و باز سوال میدهد what are you doing تو چیکار کرده ایستاده ای و در جواب نفر دوم میگوید I am touching the floor من عین حال با فرش دست رسانده ایستادم و در زمان حاضره دوامدار جمله میسازیم. لطفاً با فعل های دیگر هم چنین جمله سازید. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 6 مشق ششم. در اینجا هم با کلمه های درون قوطی جمله میسازیم. مثلا read خواندن. کلمه read در قوطی ما هست و جمله ما چنین میشود Anne is reading a book. Anne کتاب خوانده ایستاده است یعنی عین حال کتاب خوانده ایستاده است. مثال دیگر speak مثلا گپ زدن Jessica is speaking English. جسیکا انگلیسی گپ زده ایستاده است یعنی عین حال جسیکا با زبان انگلیسی حرف زده ایستاده است. مثال دیگر Scarlett and Sophia are watching a movie. Scarlett و صوفیا فیلم تماشا کرده ایستادند عین حال. مثال دیگر Steve and Mia are listening to music. Steve و میا و موسیقی گوش داده ایستادند یعنی عین حال
و موسیقی گوش داده ایستادند. مثال دیگر I am sitting near the door. من نزدیکی در نشستم. یعنی عین حال در نزدیکی در نشستم، راست نیستم. شما هم با کلمه های درون قوطی جمله سازید موافق خودتان. Exercise 8 مشق هشتم. در این مشق ما باید با اساس فعل ها پسوند ing اضافه کنیم و مثال یکم رو خود کتاب اجرا کرده است. Smile تبسم کردن و وقتی که پسوند ing اضافه کنیم smiling می شود. Smiling و حرف ای می افتد. مثال دوم ride وقتی که پسوند ing اضافه کنیم می شود riding حرف ای می افتد. مثال سوم run دویدن وقتی که پسوند ing اضافه کنیم running دو تا حرف n میگیرد. مثال چهارم stop ایستادن و من کردن وقتی که پسوند ing اضافه کنیم stopping دو تا حرف p می شود. مثال پنجم rain وقتی که پسوند ing اضافه کنیم raining مثال دیگر sleep وقتی که پسوند اضافه کنیم sleeping مثال هفتم push وقتی که پسوند اضافه کنیم pushing مثال هشتم count وقتی که پسوند اضافه کنیم counting مثال نهم fix وقتی که پسوند اضافه کنیم fixing مثال دهم write وقتی که پسوند اضافه کنیم حرف ای می افتد ing می گیرد و می شود writing مثال یازدهم grow وقتی که پسوند اضافه کنیم growing مثال دوازدهم wait وقتی که پسوند اضافه کنیم waiting در مثال های یکم دوم و دهم حرف ای آخر افتید و بعد پسوند ing گرفت و یا در مثال سوم و چهارم حرف n دو بار تکرار شد. در مثال چهارم حرف p دو بار تکرار شد. چرا چنین شد؟ در درس بعدی ما این موضوع رو با شما میفهمونیم. لطفاً ما رو پیگیری نمایید. New words کلمه های نو. در کلمه های نو امروزه ما حیوان ها رو تکرار میکنیم. animal حیوان، lion شیر، tiger پلنگ، wolf گرگ، fox روباه، cat گربه، dog سگ، giraffe زرافه، monkey میمون، horse اسب، donkey خر، rabbit زرگوش، elephant فیل، bird پرنده، eagle عقاب، fish ماهی، shark نهنگ، اکولا، snake مار. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید و وظیفه‌ای که بعد از این درس ما به شما میدهیم مشق‌های کتاب را به دفترتان نویسید. از مشق 1 سر کرده تا مشق 8 باب 4 کتاب را به دفترتان نویسید. دوم با موضوع امروزه یعنی be plus ing the present progressive tense یعنی زمان حاضره دوامدار 15 جمله نویسید. سوم کلمه های نو را از یاد کنید و در مثال نویسی آنها را استفاده برید. در اینجا درس امروزه ما با پایان میرسد. لطفاً به نوار لایک کنید، فکرهای خود را در شرح ها نویسید، این نوار را با دوستانتون روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید و از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً ما را پیگیری نمایید و منتظر درس های نو باشید.